به نام خالق به همتا. بیننده عزیز سلام بر شما. خداوند را سپاسگزار هستیم که باز هم به ما فرصت عطا نمود تا در یکی از برنامه‌های صبح معرف من مصطفی رحیمی با جمع از همکاران خدمت شما دوستان قرار بگیریم. از آن آرزومند هستیم که شما هم یک صبح خوش را آغاز کرده باشین و اهدافی که امروز به خیر تعیین کردین به او برسید. خوشبختانه حال جناب محترم محمد ابراهیم رحیمی، آمر تربیت بدنی، تعلیمات اساسی و ثانوی وزارت محترم معرف با ما در استودیو هستند. جناب رحیمی صاحب، گرچه تخلص ما و خودت یکی است، به هر حال سلام، صبحتان بخیر، خوش آمدین به برنامه صبح معرف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت بینندگان تلویزیون شما. محمد ابراهیم رحیمی هستم، مامور تربیت بدنی وزارت تعلیمات اساسی ثانوی وزارت معرف امارات اسلامی افغانستان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام، سلامت باشین جناب عامر صاحب معزز. زندگی و روزگار چگونه میگذره؟ شکر از خدای هزار با شکر از زندگی خوب میگذره است، مناسب است، نه بد نه خوب. با وای سرد، شکرگزار هستیم. با وای سرد چی حال؟ هوای سرد هم چون هوای سرد است، چیزی که نعمت خداوند است و قبول میکنیم، میگذره دیگه، فضل احسان خداوند است. بسیار خوب، سلامت باشین. خب جناب عامر صاحب معزز، خوب است که در اولین پرسش اگر در رابطه با کارکردها و فعالیت‌های گذشته تربیت بدنی به ما و به بینندگان عزیز ما اگر معلومات ارائه کنین خوب میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بازم به نام خداوند یکتا و مهربان. ریاست تربیت بدنی، عملیات دفاتر تربیت بدنی گذشته یک ریاست بود که در تشکیل گذشته یک ریاست بود و فعلا به یک عملیات تبدیل شده و تقریبا 60 سال یا 50 سال قدمت تاریخی داره تربیت بدنی در معرف کشور ما شما. و در اینجا کلپ‌های ما، کلپ‌های پالوانی، کلپ‌های بوکس، تیم‌های منتخب والیبال، فوتبال، هندبال، بسکتبال، ژیمناستیک، تیم‌های منتخب ما گذشته هم داشتیم. نخبه‌هایی که امروز از معارف ورزشکارهایی که از معارف امروز به جامعه تقدیم شده، به کل ورزشکاران معلوم است که کلپ بوکس ما، کلپ پالوانی ما خیلی نخبه‌های خوب به جامعه تقدیم کردن و گذشته هم قدمت تاریخی خیلی بیشتر دارند در بخش ورزش، البته معرف. بسیار عالی. خب جناب عامر صاحب، چند پیش البته مسابقات هم برای انداخته بودین در بخش پالوانی، ما مسابقات پالوانی برای انداختیم گذشته. مثال منظم پلانی که ما داریم، منظم پلان جنتری که داریم، ما مسابقات پالوانی، مسابقات والیبال، مسابقات فوتسال، مسابقات فوتبال، مسابقات برای انداختیم. شما شاید برگزاری مسابقات ما بوده باشین. ما مسابقات با لیسه حبیبیه گرفتیم، مسابقات فوتبال که بین 21 مکاتب شهر کابل بود. یک مسابقات فوتسال با لیسه امانی گرفتیم که در ژیمنازیوم لیسه امانی که تقریبا 15 مکاتب شهر کابل اشتراک کرده بود. یک مسابقات والیبال ما در سطح ولسوالیای شکردره و گلدره و اینجا مسابقات والیبال گرفتیم. اینجا گذشته ما یک مسابقات گرفتیم. بازم در آخرین سال اخیر ما یک مسابقات فوتبال باز ولی سیلا بیاد به سیستم لیگ گرفته بودیم که در این 15 مکاتب شهر کابل اشتراک کردن که در آخر ما مسابقات خود نظام جنتری سالانه خود، مسابقات خود نظام پلانی که داریم، مسابقات در بخش‌های مختلف ورزشی ما مسابقات خود میگیریم. چون مسابقات ما زمان مسابقات میگیریم که مطابق با پلان و برنامه‌ای که ما داریم مسابقات خود میگیریم. شما بهتر معلوم است که ورزش شامل نصاب تعلیمی در معارف کشور اسلامی افغانستان ما شما است که جزء تدریس میشه. اینجا هم عملی و هم نظری معلمی تربیت بدنی مسلکی در مکاتب دو مکاتب شهر کابل تدریس میکنن. بسیار خوب. خب جناب عامر صاحب، برای استادای کسایی که در این عرصه تدریس میکنن و تمرین میتن ورزش در مکاتب، شما تو سمینارها را هم برگزار کردید؟ بله، ما سمینارها هم داشتیم. تشکر، خوب سوال جامعی خوب کردین. جان سپاس از شما. ما سمینارها هم داریم. پیش از اینکه ما مسابقات دایر بکنیم،
هر اشتی که ورزشی باشه قبلا 2 روز پیش یا 3 روز پیش استادای مسلکی تربیت بدنی مکاتب شهر کابل را دعوت میکنیم به تالار امیر دپارتمان تربیت بدنی واقع شهر شمشیری ولی اونجا یک تالار تقریبا یک 30-40 ورزشکار گنجایش داره دعوت میکنیم اونجا باز یک سمینار پیش از یک مسابقه داریم که قوانین مقررات از یک سمینار میدیم بعد از مسابقات ما بدن دایر میکنیم قرعه کشی و گپ میشه باز اون مسابقات دایر میکنیم مثلا. بله خب جناب آمر صاحب قسمی که ما بیننده عزیز ما امی گزارش شدیدن در رابطه می پالوانی که 2 روز برای انداخته شده بود از کدام مکاتب بود و سنین از این ما تشکر از شما ما مسابقات پالوانی بین 15 مکاتب شهر کابل 6 کلاب که 61 ورزشکار در 17 کاتگوری وزنی مسابقات داری کردیم که در این مسابقات گفتم 61 شاگردای مکاتب از سن 16 الی از سن 11 الی 17 ساله 18 ساله زیر سنین بود مسابقات ما که بازم تکرار براتون میکنم که 15 مکاتب شهر کابل 6 کلاب 17 وزن کاتگوری و تقریبا 62 ورزشکار اشتراک کرده بودند. بسیار خوب. درجه بندی هم شد کدام مکتب؟ بله خوشبختانه درجه بندی شده بود کلاب هایی که اشتراک کرده بود در این کلاب معرف مقام اول مقام اول گردیست. بله بسیار خوب. خب جناب آمر صاحب چند امیر رشته را که شما نام بردین فعلا اکثریت متعلمین به کدامش علاقه‌مند هستند و بیشتر خوب رشته کردن؟ متعلمین ما شما در شرایط فعلی چون هم اهمیت هستند مشکل وجود نداره فضل خدا با پیروزی امارات اسلامی افغانستان با فتح فتوحات پیروزی امارات اسلامی افغانستان در کشور ما اهمیت و ثبات تامین است. زمینه ورزش برای شاگردان مکاتب بخی آماده هستند و گذشته ما یک موضوع مسابقات پالوانی که ما گفتیم با مناسبت دومین پیروزی امارات اسلامی افغانستان گفتیم مسابقات فوتبال هم همچنان با مناسبت دومین پیروزی امارات اسلامی افغانستان بود. هر مسابقاتی که مثلا ما گرفتیم به مناسبت دومین پیروزی امارات اسلامی افغانستان بود. حالا فضل خدا امنیت تامین است ورزشکارا و شاگردای مکتب میتونن که با خوبی و خواسته که دارن با ورزش خود ادامه بدن. بسیار خوب. خب از این مکاتب کدامش البته درجه اول گرفتن کدام مکتب مشخص شدن؟ ما پیشتر خدمت شما فرمودم که 15 مکتب بود 6 کلاب بود که چون کلاب ها باز کلاب بندی شدن دیگه معرف بودن مقام اول آیز مقام اول گرفت. خب بسیار خوب. خب همین تمرینات چگونه است در مکاتب چون یک سلسله وقت هم نیاز داره تا که بتونن به اصطلاح خوبتر و بهتر در میدان مبارزه بدرخشن. شما چگونه با خصوص ما در مکاتب شهر کابل معلمین مسلکی تربیت بدنی داریم در مکاتب چون مکاتب شهر کابل ما بهتر به شما معلوم است که میدان‌های ورزشی هم داره اونجا میدان‌های ورزشی از قبیل میدان‌های بسکتبال والیبال حتی کلاب ها هم در داخل مکاتبشان داره با شاگردایی که علاقه‌مند است اگر در مکاتبشان کلاب ندارن به کلاب ها رجوع میکنن به کلاب های شخصی و تمرین میکنن و با نفع مکتبشان باز مسابقه هر مسابقه که میشه فقط در مسابقه بوکس یا پالوانی مسابقه رسمی البته باز با نفع مکتبشان مسابقه میتونن. بسیار خوب. خب ضمن از اینکه کلاب های شخصی است خود امی تربیت بدنی کدام رشته ها را فعلا کلاب شام ایجاد کرده؟ ما خوشبختانه که 2 کلاب معرف داریم. 2 کلاب است که کلاب پالوانی یک کلاب بوکسینگ است که در جوار عملیات تربیت بدنی موقعیت داره و این قدمت تاریخش هم بیشتر از 60 سال 50 سال میشه. میفی شما بهتر میفهمید تربیت بدنی در معرفی کشور تقریبا قدمت 60 سال تاریخ داره و در اینجا ما کلاب ورزشکارایی که فقط ما مسابقاتی که ما دایر میکنیم فقط چهره ها ارزیابی میکنیم چهره برتر ارزیابی میکنیم با تیم ملی یا با تیم منتخب ما معرف انتخاب میکنیم. باز تیم منتخب معرف در مسابقاتی که ما برگزار کردیم در رشته‌های مختلف ورزشی که شامل نصاب تعلیمی میباشه البته که 13 رشته میباشه شامل نصاب تعلیمی ما در اون رشته مسابقات در مکاتب چون در مکاتبی که به شما بهتر معلوم است در مکاتب سایه ورزشی ما داریم میدان ورزشی داریم مثلا سایه و زون باز ما مسابقات دایر میکنیم در اونجا تیمای خود منتخب خود ارزیابی میکنیم بخش مسلکی فنی ما کارمندای بخش مسلکی فنی ما در رشته‌ای که هستن ورزشکارا رو انتخاب میکنن و ما بتونیم که از ورزشکارا در مسابقات بیرون مرزی یا مسابقات بخش ولایتی در مسابقات بین مکاتب از تیم‌های منتخب خود ما استفاده بکنیم. بله خب جناب آمر صاحب اگر یک متعلم عزیز ما علاقه‌مند باشه که بیاین به کلاب‌های شما شرکت کنن
پروسش چگونه می باشد؟ ما سوال خوبی کردین. کلاب های ما در ورزش برای تعلیمی مکاتب به خصوص باز است، چون کلاب معرف است و متعلق میگیره به متعلمین مکتب تعلق میگیره. کسی دیگه وجود تامین کرد نمیتونن بغیر از شاگرد معرف از اونجا مراجعه میکنن. ما یک تعهدنامه داریم برش، یک تعهد خط برش داریم، برش میتیم به فامیلاشون میبره، فامیلاشون تعهد خط امضا میکنن، باز میارن برای ما که برای ما حاضر هستیم که بچی ما فلان اولاد ما در کلاب شما یا فلان کلاب فوتبال شما، در کلاب والیبال شما، تا مثلا در کلاب های بوکس پالوانی شما تمرین بکنن. باز ما یک تعهدنامه برشان داریم، تعهدنامه برشان میتیم و اولیای فامیلا تصدیق میکنن، باز ما رو شامل کلاب میسازیم. تمرینی چقدر وقت می باشه از طرف صبح؟ ما معمولا دو تایم تمرین داریم در کلاب های خود. از طرف صبح داریم، از طرف بعد از وقت داریم تمرین. خب بیشتر علاقمندی متعلمین در کدام بخش است؟ والا خود نظر علاقه گفتم نمیتونم که علاقه خاص بر چی است، ولی ورزشکارا گفتم پیشترم که اهمیت تامین است. فضل احسان خداوند با پیروزی آمدن پیروزی ما اسلامی افغانستان با افغانستان که فتوحات آوردن. فعلا زمینه ورزش زمینه همه چیز برای شاگرد مکتب، برای کلانسالا، برای بزرگا، برای سنین خود زمینه ورزش برشان مساعد است. در دشت، در پارک ها، در کلاب ها، جایی که امکانات برشان موجود است ورزش خود میکنن، کدام مشکل برشان ایجاد نیست. خب یا یک لطفی احسان پروردگار است. خب جناب آمر صاحب در قسمت امکانات اگر بگوین تا چی شما امکانات باز ما تشکر میکنم شما، سوال خوبی کردین. در قسمت امکاناتی که برای ما وزارت معارف امارت اسلامی افغانستان به خصوص جناب وزیر صاحب معین صاحب همه امکانات در دسترس ما قرار دادن. ما خوشبختانه همیشه ساله نظر به اون پلانی که داریم برای ما امکانات خود برای ما میته. از قبل وسایل ورزشی، جمپر است، برزوز، کرمچ است، هر آنچه که ما میتونیم با معلمین مکاتب رو توضیح میکنیم، شاگردای مکتب از او استفاده میکنن. بله. خب کسایی که در مقام اول دوم یاره میگیرن چی توافق در نظر میگیرن؟ ما باشون مدال هم داریم. مقام اول خب به شما بهتر معلوم است که مقام اول جای برشان طلا داده میشه، مقام دوم برشان نقره و مقام سوم برشان برنز. ما همیشه کپای قهرمانی برشان داده میشه. ما در مسابقات ما که شما شاهد صحنه بودیم که دستانکارهای شما خیلی زحمت کشیدن، مسابقات ما کاور کردن و آمدن. بازم سپاسگزاری میکنیم، تشکری میکنیم شما. خداوند شما را خیر نصیب بکنه، در حفظ پناه خود داشته باشه که ما در مسابقات خود ما جوایزی که داشتیم تقدیرنامه بوده و کپ ها بوده، مدال ها بوده، توزیع کردیم. بسیار عالی. خب جناب آمر صاحب بخیر، پلانای بعدی تان چی است؟ میخواین گسترش بدین چو برنامه ما پلانهای بعدی ما اگر خواست خداوند باشه، به یاری خداوند، با همکاری وزارت معارف امارت اسلامی افغانستان، ما در تصادف هستیم که تیم‌های منتخب خود انتخاب کردیم در بخش‌های مختلف ورزشی. البته ما بتونیم در مسابقات بیرون مرزی تیم منتخب معارف اشتراک بکنیم. بسیار. خب بخیر، سال نو یا سال جدید، سال تعلیم را پیش رو هم داریم، بر مکاتب هم کدام برنامه دارین خصوصا به کسایی که استادان هستند در درس تدریس میکنن؟ ما برنامه ما با استادای مسلکی، کسایی که در مکاتب شهر کابل مسلکی یا غیر مسلکی تدریس میکنن، ما برنامه خاص خود داریم و مطابق با پلانی که بر ما داده میشه و از طریق وزارت معارف امارت اسلامی افغانستان ما پلان خود در مکاتب تطبیق میکنیم. بار گزارشات خود از مکاتب سطح ولایت ها که 34 ولایت به سطح کابل است، 35 ولایت میشه. ما مسابقات خود برنامه خود داریم. ما پلان خود به ولایت‌های خود میتیم. ولایت‌های ما مطابق با مروربار پلان‌های مسابقات خود دایر میکنن و گزارشات خود بر ما میتن. اگر ما به خاطر ارزیابی هم با ولایت‌ها سفر کارمندای ما یا کارمندای مسلکی ما از جهت ارزیابی با ولایت‌ها هم سفر میکنن، مسابقات برها میندازن، به مسابقات مناسبتی، مسابقات صنفی، مسابقات در ولایت‌های هم مختلف ما مسابقات داریم، برنامه‌های مختلف خود داریم، بخش‌های ورزشی. بسیار خوب. خب فعلا هوا سرد است، شما کدام
ورزش فعلا در تربیت بدنی به پیش میبرین چون مکاتب هم رخصت است؟ فعلا ما چون میدان های مکاتب ما رخصت هستن، میدان های ما حواست است. فرموده شما ما دو کلاب داریم که کلاب پالوانی پیش دارم خدمت شما عرض کردم، کلاب بوکس است، بوکسینگ است که در این دو تیم چون سایش امن است، سایش هم محدود است، گرم است، سرد نیست و دو تایم متمرین است، طرف صبح است و بعد از وقت است. بله. خب خیلی سپاس جناب عامر صاحب از اینکه به برنامه تشریف آوردین. کدام حرف پیام گفتنی داشته باشید بشنویم شما. پیام من به جوانان همین است که زمینه ورزش برای جوانان مساعد است. ورزش بکنن تا که صحتمند شوند. ورزش بکنن که از مواد مخدر دور باشن و به تیمای منتخب یا به تیمای معرف یا به تیمای کلاب‌های غیر کلاب‌های دیگر که اگر جذب میشن ورزش میکنن، افتخار برای وطن خود، برای ملت خود، برای ملت مجاهد خود افتخار آور هستند. خیلی سپاس. و یک موضوع دیگه هم جناب عامر صاحب البته ایران پیامتون در قسمت هم می داشته باشیم. یک تعداد از خانواده‌های عزیز هستند که طرفدار ورزش نیستند برای فرزندانشان، به اونا چی گفتنی دارید؟ بهتر با شما بهتر معلوم است که فامیلایی که طرفدار به ورزش نیستند، اگر ما بسیار یک سوال است برای کل ملت ما مجاهد ما معلوم است که اگر پیش دکتر مراجعه میکنیم میریم دکتر برای ما شما میگه که 1 ساعت ورزش بکن. پس که 1 ساعت ورزش ما از خودی شروع بکنیم، برای خود عادت بودیم، در بزرگی خود هیچ مشکل برای ما ایجاد نمیشه که ما با خدای ناخواسته با تکالیف مختلف گرفتار شیم یا با مواد مخدر رو بیاریم. امثال از این ما از فامیلای محترم، از خوارا و بیادرها و خواهش میکنیم به ورزش رو بیارن تا از مواد مخدر، تا از مریضای گوناگون دور باشند. خیلی سپاس. خداوند شما را اجر دائم نصیب کنه. خداوند شما را در حفظ پناه خود داشته باشه. خداوند شما را همیشه موفق کامگار داشته باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلامت باشیم. علیکم سلام. بله دوستان عزیز، واقعا که ورزش هیچ سن سال نمیشناسد. پس چی خوب است که همیشه ورزش کنین تا صحتمند بمانید. دوستان عزیز، یک میان برنامه خیلی کوتاه میگیریم. میمان بعدی با ما هستند. امیدوار هستیم تا آخرین لحظات برنامه ما را هم نگاه باشید. هنر، آموز، گر، هنرمندی. با سلام مجدد دوستان عزیز، خوش آمدین به ادامه برنامه صبح معرف. همچنان ادامه دارد تا ساعت 9 و یک سلام خاص به او هموطنان عزیز ما که این اکنون به برنامه صبح معرف چی از طریق رادیو و چی از طریق تلویزیون با ما پیوستن سلام برشان تقدیم میکنیم. و دوستان عزیز، چی خوب است که در هر بخش انسان کوشش کند تا حد نهایی خود که در یک هنر دست یابد، چی هنر سخنرانی باشد، هنر خطاطی، خوشنویسی، امثال از او. و ورزش هم خودش یک مهارت است، یک هنر است، قسمی که جناب عامر صاحب در برنامه قبلا داشتیم و در رابطه با فواید ورزش با ما و به شما دوستان صحبت‌های داشتند. نشه دوستان عزیز، خدای ناخواسته زمانی که دکتر صاحبا به ما شما ورزش توصیه کنه و او وقت توانش نداشته باشیم، از این حال شروع کنیم تا صحتمند باشیم و در هر هنر که اگر تخصص داشته باشیم ان شاء الله مو جایگاه و مو به اسلام و شخصیت خود انسان تبارز میده. خب عزیزان، باز هم آل خوشبختانه جناب محترم طاهر حیدری در برنامه با خود داریم. جناب محمد طاهر جان حیدری، سلام، صبحتان بخیر، خوش آمدید به برنامه صبح معرف. سلامت باشید، زنده باشید. سلام عرض ادب به محضر شما مجری عزیز. همچنین یک سلام خاص به بینندگانی که ما را از تلویزیون معارف بیننده هستند. بنده محمد طاهر حیدری هستم، مدیر مؤسسه پایگاه رهبری در عرصه فن بیان و سخنرانی. بسیار عالی. خب جناب حیدری صاحب، پیش از اینکه در رابطه با موضوع ما صحبت‌های داشته باشیم، خوب است در رابطه با فعالیت‌ها و کارکردهای خودت به ما و به بینندگان عزیز ما اگر یک کم معلومات مختصر ارائه کنین خوب میشه. خب طوری که ما در شرایط هستیم، شرایط باید ما در ابتدا باید با حرکت با همسو با شرایط باشیم. بله. طوری که معلوم هستن مردمی و همچنان دانشمندا و دانشجویا و مثلا دیگه محصل و اینا کلا رو دارن با در همه عرصه سخنرانی و در عرصه فن بیان و مهارت‌های ارتباطی و کلامی. بسیار خوب. ما با مدت 8 ماه الی 9 ماه میشه که ما در این عرصه فعالیت داریم و همچنین یک پایگاهی داریم که مختص با همین سخنرانی و فن بیان هستند که ما دوره‌های متعدد را فارغ دادیم و فعلا هم جریان داره. بله. تدریس میکنیم. علاقمندی زیاد هستند در مخصوصا در عرصه فن بیان که امروزه
یکی از الزامات هر فرد و همچنان هر انسان هستند که باید در این عرصه همچون چندین دوره ها رو باید بیاموزن. بله. چون فن بیان یک مهارت هستن، یک هنر هستن که در بخش ارتباطات و همچنان در بخش مهارت های کلامی ما بسیار مؤثر هستن. بله. یعنی در جامعه افغانستان، معمولا در جامعه کابل، فن بیان تازه کم کم جاگزین میشه، تازه کم کم مروج میشه. ولی اگر در دیگر جامعه ها مثلا ولایت های دوردست اگر ما باشیم، فکر کنم که شاید فن بیان را یک چیز آری از همه مثلا برای ساتیری و اینا بداند. ولی نه، فعلا چیزی هستن که در بخش معمولا در بخش همین خودشناسی بسیار که علم یا مثلا هنر بگیم، هر چی بگیم، هنر بسیار مؤثر هستن که میتونه اینا برای خودآگاهی و مثلا خود بالندگی و اینا برای ما مؤثریت خاص خود داره. بسیار عالی. خب جناب حیدری صاحب، اکثریت هموطنان ما به این گمان هستند که فن بیان یا فن سخنرانی فقط سخن گفتن است که درست آدم صحبت بکنه، تکلم کنه. دیگر کدام موضوعات در برگیرنده است میشه بگویید؟ فن بیان خودش کس تنها مختص برای بیان ما نیست. یعنی فن بیان اگه ما تعریف کنیم هنر نیکو سخن گفتن یا هنر نیکو سخن گفتن در هر زمان و هر مکان. یعنی تنها ما برای بود سخنرانی نباید فن بیان بخونیم که ما تنها بخوایم فقط سخنور شویم یا در جلوی مثلا 1000 نفر و 2000 نفر ما ارائه داشته باشیم. نه، فن بیان میای ما را از مسائل خانوادگی گرفته، اجتماعی، مثلا در سطح‌های و همچنان بعدهای کلان، حتی در بخش بازار، وقتی ما وارد کار میشویم، وارد مثلا دکان میشیم یا مغازه میشویم، در اینجا اگر کسی از فن بیان خوبی برخوردار باشه میتونه مثلا جنس خود را به طور درست و به طور احسن به فروش برسونه. ولی اگر فن بیان خوبی نداشته باشه اینجا قناعت مشتری رو گرفته نمیتونه. وقتی که قناعت مشتری رو گرفته نتونست، مشتری نمیاد. یعنی در قانون بازاریابی این هستن که مشتری رو میاره، درسته؟ وقتی که اگر ما مثلا یک تا مشتری رو از دست دادیم، در اصل یک تا مشتری رو ما از دست ندادیم، چندین تا مشتری رو از دست دادیم. یعنی فن بیان هم یگانه هستن که تنها ما مختص برای سخنور شدن یا مثلا در جلوی جمع ابراز نظر نمودن نخوانیم. باید ما اینا رو در بعد وسیع و در بعد مثلا زندگی شخصی خود باید بیاموزیم که ما در زندگی خود باید چگونه باشیم و چگونه صحبت کنیم با دیگران. بله. خب چگونه افراد با شما مراجعه میکنن؟ افراد و اشخاص زیاد هستن. مثلا ما شاگردهایی داشتیم که حتی سرمعلم مکتب بودن، وقتی که تقاعد خود را از مکتب گرفته بودن آمدن فن بیان میخواندن. بله. ببین او انگیزه در وجودش خلق شده بود که این نیاز ما هستن، بلکه در عرصه سخنوری نه، بلکه ما باید برای خود بخونیم. بله. وقتی که مثلا ما مییم از مکتب گرفته تا مثلا سطح دانشگاه، حتی مثلا تا سطح که یک استاد هستن یا مثلا یک کارآموز هستن یا مثلا کارفرما هستن میآموزه، حتما یک چیز فهمیده، یک چیز که مثلا رفته در یک جایی کم آورده که گفته ما باید یک دوره فن بیان یا 2 دوره فن بیان بخونیم. ولی در جامعه افغانستان فعلا کم کم مروج شده. ولی در جامعه ایران اگه ما بسنجیم، از کودک گرفته مثلا تا سطح کلانشون ما رو فن بیان دوره‌های متعددی میخوانن. بله. خب کسایی که از مکتب به دور ماندن اونا هم میتونن شرکت کنن و به شکل درست شاید و بایدش بیاموزن؟ دقیقاً. فعلا در عرصه فن بیان که مخصوصا بخش بانوان خیلی علاقمندی خاص خود داره که بیشتر مراکز و نهادهای آموزشی فعلا زیادتری از دانش آموزایشان همین دخترها هستن، طبقه اوناس هست. کسایی که به اصطلاح مکتب نخوانن، بی سواد هستن، اونا میتونن به پیش ببرن این بخش؟ نه، در بخش فن بیان نمیتونه. فن بیان حداقل باید شخص که مثلا یک خط خواندن و اینا رو یاد داشته باشه تا بتونه مثلا مطالعه کنه. یعنی فن بیان خودش استوار هستن به مو مطالعه. یعنی همون سطح دایره واژگان بزرگ که باید دایره واژگان بالایی داشته باشه تا بتونه افهام و تفهیم کنه یک متن رو. در این صورت یعنی برای کسایی که مثلا بی سواد هستن نمیتونه پیش بره، چون درک نمیتونه، چون اینا هستن که از ابتدا شروع میشه در سطح بالا هستن. یعنی در سطح بالا دیگه یک کسی که بی سواد باشه واقعا درکش برایشون مشکل هست. بله. خب اگر یک دانش آموزی که فن بیان میخوانه، از دید خودت چقدر مثمر واقع میشه در جریان اونا درس میخوانن، متعلم میباشن؟ یک دانش آموزی که یک دوره فن بیان میخوانه آنقدر روی خود مسلط میشن که میتونه مثلا در هر جای بیره مثلا اما ابراز سخن گفتن کنه بدون ترس و لرز، بدون اینکه مثلا بشرمه. یعنی خودباوریشان میراد بالا، میتونه مثلا خود را در جمع ابراز کند. یک تعداد هستن که مثلا از یک تعداد دیگر میشرمه.
فکر میکنه که ما از بقیه کوچکتر هستیم. بله. فکر میکنه که ما از بقیه مثلا یک سطح پایینتر هستیم. بله. ولی وقتی که دوره فن بیان میخوانه، یعنی خود میفهمه که واقعا اوگونه نیستن، زندگی چیز دیگری هستن که ما باید خود ما برای خود زندگی کنیم. یعنی حرف دل خود میتونه بگه. خیلی سپاس، سلامت باشین از معلومات همه جانبیتان در قسمت فن بیان. خب موضوعی را که قرار است با شما بحث داشته باشیم در رابطه به اعتماد به نفس است. مهربانی بفرمایید در رابطه شما میشنیم. خب اعتماد به نفس طوری که از اسمشان هم پیدا هستند که اعتماد به نفس یا سلف کانفیدنس به معنی خودباوری و باور داشتن روی توانایی و توانمندی‌های خود. یعنی اعتماد داشتن روی اون مهارت که تو روی خود داری و اعتبار با اون مهارت. وقتی ما حرف از اعتماد به نفس میزنیم، اعتماد به نفس چیزی هستن که ما را در عرصه زندگی و در بعدهای زندگی ما را قوی تر و با رشد بهتر و با یک تصمیم گیری جدی‌تر میتونیم که حرکت کنیم. مثلا وقتی که یک شخص اعتماد به نفس داشته باشه، برای از باز انگیزه خلق می شود. بعد از انگیزه باز اهداف خلق می شود. بعد از اهداف باز همون مسیر موفقیت های خود رو رقم می زند که ما باید مثلا 10 سال بعد یا 5 سال بعد یا مثلا 12 سال بعد باید چگونه افراد باشیم، در جامعه خود مؤثر باشیم یا نباشیم، آیا برای بقیه الگو باشیم یا نباشیم. و دیگونه هستن که اعتماد به نفس خودش برای ما باورمندی رو خلق میکنه که ما هم میتوانیم. همین کلمه توانستن و نتوانستن رو، یعنی اون تعداد از افرادی که مثلا اعتماد به نفس ندارد، اونها میگن من نمیتونم، ما ضعیف هستم، مثلا خدا ما را دوست نداره، یا مثلا ما از بقیه کم دارم، یا مثلا از لحاظ مالی یا از لحاظ ظاهری یا از لحاظ قیافه و اینا. وقتی اعتماد به نفس داشته، با همون چیزی که داری یعنی خود رو میپسندی که من هم هستم، من هم میتوانم. این چیزایی که مثلا نتوانستن اونها دروغ هستن. کلا در بخش این هستن که ما یعنی میتوانیم. بله، سلامت باشید. خب کسی اشخاصی که از اعتماد به نفس بلند برخوردار است و کسی که اعتماد به نفس پایین داره، این هم تفکیک میشه در جامعه؟ دقیقاً. وقتی که کسی که از اعتماد به نفس بالای برخوردار باشه، یعنی اینها امیدواریشان بالاتر هستن، اینها برنامه ریزی داره، اینها مثلا روی خود سرمایه گذاری میکنه، روی خود مثلا ریسک میکنه، ریسک پذیر هستن. حرفای هر کس برایشان تاثیرگذار نیستن. مثلا کسی از اینا بگه که تو ضعیف هستی، این باور نمیکنه که ما ضعیف هستیم. نه، ما ضعیف نیستیم، ما میتونیم. ولی شخصی که مثلا در قبال اعتماد به نفس پایینی داره، اینها کسا نسبتاً مثل که اشخاص که مبتلا به افسرده هستن، اینها گوشه‌گیر هستن، اینها وسیله هستن برای پیشبرد کارهای مثلا کسایی که اعتماد به نفس بالا دارن. مثل همین که مثلا یک رهبر باشه، بعد رهبر مثل از بقیه مثلا مثل وسیله استفاده میشه. یا مثلا در عرصه بازار ببین مثل کارفرما برای مثلا از طبقه کارگر به عنوان یک ابزار استفاده میکنه تا کارشون رو پیش ببره. درسته؟ در عرصه اعتماد به نفس هم همیگونه هستن که وقتی در عرصه اعتماد به نفس ما میاییم، مثلا کسایی که اعتماد به نفس پایین دارن، یعنی اینها خودش از خود تصمیم گرفته نمیتونه، منتظر کسی دیگر میماند که او تصمیم بگیره بعد اینو حرکت کند. یعنی خودش از خود تصمیم درست گرفته نمیتونه. اتراهای هم هست به خاطر افزایش اعتماد به نفس بتونم اعتماد به نفس خود بلند ببره به شکل واقعیش، نه ای که خدا ناخواسته کاذبانه باشه و اون فریبی باشه او که بگه ما این توانی کار داریم، ولی در حقیقت یا در اصل که اگه اون کار برش سپرده شوه بعد جای اصلش پیش برده نتونه. در اون عرصه هم هستن که مثلا میتونه دوره های متعددی مثل دوره های اعتماد به نفس که مثلا در بخش فن بیان هستن، یعنی خودباوری، و در عرصه های مثلا مثل ورزش کردن خودش که هستن تنها مثلا در عرصه این نیستن خود شخص برو ورزش کنه. حتی مثلا ما در دکتر مراجعه کنیم، دکتر میگه که برو ورزش کن. یعنی ورزش کردن خودش اعتماد به نفس ما رو بال میبره. بعد اعتماد به نفس خودش مسیر داره. یعنی در هر راستایی که تو تسلط داشتی در اون مسیر تو اعتماد به نفس داری، و در مسیر دیگری که شما مثلا در اون عرصه تسلط ندارید، اون عرصه رو یاد ندارید، در اون عرصه اعتماد به نفس نداری. مثلا یک شخص که ورزشکار هستن، او در عرصه ورزش اعتماد به نفسش بالا هستن، خودباوریشون بالا هستن و در روی خود مطمئن هستن که ما میتوانیم همین کارو پیش ببرم، از توان من هست. ولی مثلا اگر او ورزشکار رو بیاریم در عرصه مثلا در عرصه خیاطی یا مثلا در عرصه بازار، او چون
باور نداره روی خود، او مهارت ها رو یاد نداره، در او عرصه مثلا نمیتونه روی خود مطمئن باشه که ها من حتما میتونم این کار پیش برم. چرا؟ چون در عرصه او تمرین نکرده، آموزش ندیده. وقتی که تمرین آموزش ندیده بود، یعنی او در او عرصه اعتماد به نفس پایین هست. یعنی اعتماد به نفس خودش مسیر مشخص خود داره. بله. خب از دید خودت نقش خانواده ها چقدر تا چی اندازه می باشن در قبال اطفال یا طفلای نازنینشان که امور اعتماد به نفسش بهتر و خوبتر پرورش بدن؟ در عرصه خانواده که ما بیاییم مثلا در خانواده، اول میگیم که در جامعه ما انواع خانواده وجود داره، درسته؟ مثلا خانواده دموکراسی هستن، خانواده دیکتاتوری هستن، خانواده سنتی هستن، خانواده دموکراسی هستن. در خانواده مثلا سنتی معمولا در رأس یک نفر قرار گرفته که مثلا یا همون مادر و یا پدر و اینا هستن. هر کاری که شد مثلا اونا بدون گپ از اونها هیچ کاری صورت نمیگیره، هیچ کس تصمیم گرفته نمیتونه. در خانواده دیکتاتوری هم همین گونه هستن. در خانواده دیکتاتوری اهم از اسمشون پیدا هستن که مثلا در اونجا یک نفر به عنوان دیکتاتور یا سلطه یا قدرت در دستشون هستن، مثل امی دولت پادشاهی یا مثلا امی دوران پادشاهی که بودن، شاهی و اینا، مثل از اونها هستن. در خانواده مثلا آزاد، در خانواده آزاد هر کس سرخودانه هستن، هر کس برای خود هستن و این خانواده را هم توصیه نکرده از لحاظ روانشناسی. از لحاظ روانشناسی خانواده دموکراسی را بهترین نوع خانواده ها در عرصه که یک والدین یا یک طفل یا نوزاد رشد کنه بهترین خانواده گفته. چرا؟ گفته در اونجا هر کس حق انتخاب خود داره. وقتی در خانواده که هر کس حق انتخاب خود داشتن، در اون مسیر میتونه که او شخص بهتر و بیشتر رشد کنه. بله. یعنی در خانواده دموکراسی میتونه که اشتوکی که مثلا بزرگ میشه آهسته آهسته اینا از اعتماد به نفس بالای برخوردار هستن. در خانواده دیکتاتوری، در خانواده سنتی اینا اعتماد به نفسشون خیلی پایین هستن. مثلا شما شاید متوجه شده باشین که فردی که مثلا یک نوجوانی که مثلا در سن 16 و 17 و 18 اینا باشه از ولایت بیای در کابل، شما از دور میبینید که واقعا این از ولایت آمده. یک قسم طرز رفتار و مثلا کل از اینها. ولی مثلا یک شخص که مثلا یک گشتوکی که از در جامعه کابل مثلا کلان شده، در خانواده معمولا دموکراسی کلان شده باشه، او قطعا که هم نترس میآید و هم ریسک پذیر میآید و هم با اعتماد به نفس بالا. بله، خیلی سپاس. انشاءالله صحبت‌های ما با شما ادامه خواهد داشت در این رابطه که اعتماد به نفس چقدر در تصمیم گیری نقش داره. خب دوستان عزیز، با اتفاق همکاران تکنیکی خود حال یک میان برنامه خیلی کوتاه میگیریم و دوباره پس برمیگردیم. بله دوستان عزیز، با سلام مجدد، ممنون از این که این برنامه را انتخاب کردین و بیننده هستین و همچنان از طریق رادیوی معرف روی موج 96.8 FM شنوا. خب عزیزان، خوشبختانه باز هم جناب استاد محمد طاهر حیدری با ما هستند. خب استاد، قسمی که پیش از وقفه شما سوال مطرح کردیم، کسایی که اعتماد به نفس بلند دارند تا چی حد در هدف گذاریشان در زندگی برشان یاری میرسند؟ خب سلام مجدد خدمت شما. سلامت باشید. در قسمت اعتماد به نفس، کسایی که اعتماد به نفس بالایی دارن، یعنی کسی که اعتماد به نفس بالایی دارن، اینها انگیزه خوب دارن. وقتی انگیزه‌ای که داشتن، انگیزه خودش برای انسان انرژی میبخشه. وقتی که انگیزه داشته، باز ما رو مسیر اهداف تعیین اهداف میکنه. بعد همین اهداف ما رو آهسته آهسته میبره به کجا؟ به موفقیت میرسونه. یعنی در این قسمت وقتی که تعیین اهداف کردیم، همین اهداف تعیین اهداف داشتن انسان را وادار میسازه که برای خود برنامه ریزی کنه. و همچنین وقتی برنامه ریزی کردن، در اون موقع ای مجبور میشن که باید وقتی برنامه ریزی داشتن باید انرژی صرف کنه در قبال. یعنی اعتماد به نفس بالا این هستن که برای ما انگیزه خلق میکنه، بعد از انگیزه میای مثلا اهداف خلق میکنه، بعد از اهداف هستن ما رو به موفقیت میرسونه. کسایی که مثلا از اعتماد به نفس بالای برخوردار هستن، در عرصه زندگی خود، در بودای زندگی خود موفق تر هستن. و کسایی که مثلا اعتماد به نفس پایین دارد، اونها معمولا ببین که در جامعه گوشه‌نشین و مثلا تابع امر دیگرها و همچنان منتظر حرفای دیگرها هستن تا دیگرها تصمیم بگیره. این تصمیم خودشون گرفته نمیتونه. بله. یعنی اعتماد به نفس بالا این خوبیت داره که ما در تصمیم گیری مثلا در بخش موفقیت، در بخش اهداف، در بخش انگیزه کلا برای ما موثریت خاصی داره. بله. خب جناب استاد، فرض کنیم یک دانش آموز عزیز ما تصمیم میگیرن که در امتحان کنکور امتحان بدن و رشته مورد علاقهشان هم یک رشته بسیار بلند است.
و هدفشان هم همی است، ولی خوب درس خواندن، اعتماد به نفس بلند هم دارن، ولی در اون رشته راه پیدا نمیکنن، از زندگی ناامید میشن. پس باید چی کاره، چی راهکاره از دید خودت به پیش بگیره؟ خب ببین، یک تعداد از دانش آموزا و مثلا دانشجویا و اینا هستن که ناامیدی برایشان رخ میده. دلیلشان این هستن که اینا در یک مسیری که حرکت میکند باید در این مسیر اهداف مشخص نداره. وقتی که تا این اهداف مشخص نداشتن، اینا در مسیر میره مثلا دنبال دوچار چالش ها میشود. وقتی این چالش ها برایشان رخ دادن، یعنی اینها بعد همو بی انگیزگی و مثلا بی میلی و مثلا اقدام نکردن اینا برایشان رخ میده. بعد این کسایی که مثلا در کنکور نتیجه خوب نمیگیرن، اینا اول باید روی پیش خود یک ورقه بگیره و دلایل هایی که مثلا باعث ناکامی از اینها شده، باعث شکست از اینها شده، اینا رو بسنجه. درست است یک تعداد هستن اعتماد به نفس کاذب داره، یعنی فکر میکنه که هستم نیستم، من هستم. ولی نه، در صورت که بیا کسی که مثلا اعتماد به نفس بالا، این پیام برای ما میرسونه که کسی که توانایی داره و باور به توانایی خود، کسی که مهارت داره باور به همون مهارت خود، یعنی این اعتماد به نفسه. یعنی وقتی مثلا در عرصه اعتماد به نفس اعتماد به نفس کاذبی که او هیچ مهارتی نداره ولی اعتماد به نفس بالایی داره، یعنی این شخص افراد خیلی زود و همچنان دچار مبتلاهای مثلا شکست و ناکامی و مثلا اینا میشد. بله. خب استاد، امی هدف و خودشه انسان زمانی که هدف گذاری میکنه باید از کدام مرحله آغاز کنه؟ اول باید هدف کوچک داشته باشه و بعداً به بزرگ برسه، و الا هدف اول هدف بزرگ داشته باشه و بعداً بس به هدف کوچک؟ خب اهداف خودش اصل در تعیین اهداف مثلا همون رویاها نیاز هستن. باید اول انسان رویا پردازی میکنه، بعد تعیین اهداف میکنه که این تعیین اهداف به 3 مرحله صورت میگیره. مرحله اول که هستن همون مرحله مثلا ابتدایی هستن یا اهداف کوچیک هستن، یا بعد در اهداف میان مدت میشود، بعد اهداف طولانی مدت میشود. بعد در اهداف کوتاه مدت که میایه، اهداف کوتاه مدت مثلا در بین 3 ماه و 4 ماه صورت میگیره، اهداف کوتاه مدت هستن. بعد اهداف میان مدت که از 6 ماه شروع میشه تا 1 سال در بر میگیره. اهداف طولانی مدت که هستن مثل همین که مثلا یک نفر میگه که ما باید یک رشته تحصیلی را به اتمام برسونیم، یعنی یک رشته تحصیلی که مثلا بخوای 16 پاس شوه 4 سال در بر میگیره. یعنی اهداف دراز مدت هستن، در مدت 2 سال الی 4 سال در بر میگیره که در مدت 2 سال و 4 سال مثلا چگونه هستن. مثلا خود ما در دوران که مثلا در دانشگاه راه یافتیم، در رشته جامعه شناسی کامیاب شدیم، بعد برای ما پیشنهاد آمدن، گفتن که بورسیه ترکیه 100% بودن و چون 70% بودن که گفتن برایش ما بورسیه داریم و برو طرف ترکیه برو. ما خودم نرفتیم. چرا؟ چون تعیین اهداف ما کجا بودن؟ خود همه کابل یا کشور خودم افغانستان بودن. چون گفتیم که ما بریم مثلا 4 سال در ترکیه درس بخوانیم، بعد از 4 سال مجبور هستیم دوباره برگردیم در افغانستان. یعنی اهداف ما باز دوباره میاد در روی چی؟ افغانستان میاد. یعنی ما در اینجا گفتیم ما دلیل داشتیم برای خود که ما نمیریم مثلا بورسیه، است که امروزه یک نقش بسیار کلیدی که دارد، ارتباطات داره. در بخش ارتباطات ما گفتیم تا مدت 4 سال باید ما این ارتباطات خود داشته باشیم و او ارتباطات که نیاز هستند برای موفق شدن ما، او نیاز هستند برای اینکه ما در جامعه خود چگونه باشیم و چگونه زندگی کنیم. بله. خب استاد، کسایی که اشخاص افرادی که موفق هستند، از دید خودتون اونا چگونه هدف گذاری میکنن در زندگی خود؟ تعداد از افرادی که موفق هستند در ابتدا هم گفتیم که همین موفقیت اصل منشأ از اون آدم باید بسنجه که اینا چگونه مثلا موفق شدن. بله. ببین دنبال فلسفه چیستی از اونها بیاید، دنبال فلسفه چرایی از اونها بیاید که چرا موفق شدن، چگونه موفق شدن، چه قسمی موفق شدن. وقتی که ما مثلا ببینیم از افرادای بسیار بزرگ، از افرادایی که مثلا امروز دستاوردهای بسیار خوب دارن، مثلا به موفقیت‌های آنچنانی که مثلا خودش می‌خواستن رسیده، آنها مثلا ببینیم هم از ابتدا مثلا از همان اوج مثلا فقر و مثلا تنگ دستی و اینا شروع کردن. یعنی آنها یک چیزی در درون خود داشته که برمیگردن باز دوباره به همون اعتماد به نفس، یعنی باور داشتن روی خود. وقتی انسان که روی خود باور داشته باشه، میتونه که هر آن چیزی رو که بخواهد در دنیای لایتناهی به دست بیاره. ولی اگر روی خود باور نداشته باشه، اگر هر چی در دستشان باشه هم از دستشان میره. یعنی همه باور داشتن روی خود، اونهایی که موفق هستن روی خود باور داره که من میتوانم موفق شم. همین کلمه‌ای که توانستن و نتوانستن. ببین وقتی انسان به با خود بگه که من میتوانم، ببین یک احساس غرور و بالندگی میکنه برای خود.
بله. اگر یک نفر بیه مثلا بگه با خود بگه که من نمیتونم، من ضعیف هستم، ببین احساس مایوس بودن، حقیر بودن، ذلیل بودن هم میکنه. بله. در اصل مثلا ما بیم در این قسمت مثلا انسان های موفق مثل جاک ما. ام. جاک ما مثلا شخصی بودن، فرد بودن که در جامعه خود حتی به عنوان گارسون یا شاگرد هتل نمی گرفتن اینا رو. در جایی که مثلا 34 بس اعلان شده بود، در اینجا ای رفت جاک ما در اینجا همو بس را به اصطلاح اپلای کرد یا مثلا در اونجا ثبت نام کرد، مثلا فرم شونه. بعد در اینجا ای که رفتن مثلا در اون روز مثلا فرم رو پر کردن قیچی. بعد روز دیگر که گفتن کلا شما باید بیاید امروز، بعد به عنوان استخدامی اینا که رفتن مثلا همین 34 نفر در اینجا که ایستاده شده بودن، کلا از این 34 نفر 33 نفرشون گفتن برو شما سر کارهای خود برین کار کنید، شما استخدام هستین. 34 نفر که جک ما بودن گفتن که تو برو، قیافه خوب نداره، قیافه تان زشت هستن، قیافه تان بد هستن، قدتان کوچیک هستن، مثلا هیکلتان خوب نیستن. انواع مثال ها رو گفتن. بعد جک ما چون روی خود باور داشتن، این دوباره از دروازه هتل که بیرون شدن با خود خندید و گفت های جک ما، گفت تو برای گارسونی هتل یا شاگرد هتل خلق نشده ای، تو از این بالاترها در انتظار تو هستن. بعد دوباره رفت گفت ما باید چی کار کنیم؟ گفت درس باید بخونیم. رفت درس خوندن، یعنی پیش دانشگاهی رو خواندن. بعد وقتی میخواست وارد دانشگاه شود سه بار اینا چی کار کردن؟ امتحان دادن. بار اول کامیاب نشدن، بار دوم کامیاب نشدن، بار سوم این بالاخره در رشته مثلا انگلیسی یا ادبیات انگلیسی در دانشگاه راه یافتن. 4 سال را با مو سختی ها، با مو اوجی مثلا فقر اینا خواندن، ولی باور داشت روی خود. بعدی که فارغ شدن این دماستری رفتن طرف آمریکا. وقتی به اون روزی که وارد جامعه آمریکا شدن گفتن که های جک ما از خود سوال کردن. ببین از خود سوال کردن های جک ما، گفت چیزی که در جامعه چین نیستن در جامعه آمریکا وجود دارن، یعنی او چی هستن که ما در اونجا ببرم آنچنان رشد کند. بعد ای آمد گفته که ها چیزی که هستن نیستن در جامعه چین، گفته که او اینترنت هستن. بعد آمد آموزش اینترنت در آمریکا یاد گرفتن. اون موقع سایت علی بابا تأسیس کرد. وقتی که سایت علی بابا تأسیس کردن و در جامعه خود برگشتن در چین، آمد در ماه اول $55,000 این مفاد داشتن. یعنی اون موقع جک ما شدن. یعنی موفقیت تنها به چهره نیستن، تنها به هیکل نیستن، به اینا نیستن. کل از اینها مثلا برمیگرده با خود باوری، یعنی منشأ از چی هستن؟ اعتماد به نفس است. خیلی سپاس جناب ایدری صاحب معزز از اینکه به برنامه تشریف آوردی. خیلی کوتاه یک جنبندی کوتاه هم از صحبتایتان می داشته باشیم، بفرمایید. خب در که ابتدا گفتم که اعتماد به نفس یا سلف کانفیدنس هستن که باور داشتن و همچنان اعتماد داشتن روی خود انسان هستن که انسان خود را عمیقا خود را بپذیره در اول، نه اینکه انسان کسی دیگر رو بپذیره خود رو نپذیره. جنبندی کلی ما هستن که انسان عمیقا خود رو بپذیره و باور روی توانمندی های خود، مهارت که دارد باور داشتن روی همان مهارت. خیلی سپاس. در تمام عرصه‌های زندگی موفق باشید. زنده باشید. سلام. بخیر باشید. بله دوستان عزیز، شما هم هیچگاه امید از دست ندین و توکلتان را به پروردگار کنید. از آن برنامه امروزی ما هم در همینجا به پایان میرسد. تا در یکی از برنامه ها که خدمت حضور شما از آن قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند پاک میسپاریم. همیشه شاد و سربلند بمانید.